سلام بچه‌های عزیزی من. امروز من برای شما یک افسانه خیلی جالب درباره شاه و پسرانش نقل میکنم. یکی بود و یکی نبود، زیر آسمان چرخ کبود یک شاه بود. شاه خردمند و بی نهایت انسان دوست و او 3 پسر داشت. سالها میگذشتند و شاه پیر و ناتوان گشت. یک روز پسرانش را نزد خود خواند و گفت: پسرانم، چطوری که میبینید من پیر و ناتوان گشتم و میخواهم که یکی از شما تاج شاهی را به سر نهد و در این مملکت پادشاه شود و ثروت و دولت را نیز به اختیار خود گیرد. پسر بزرگی در غضب شد و گفت: من باید شاه شوم، برای اینکه من پسر بزرگی هستم. پسر مابینی ایراد گرفت: نه، من باید شاه شوم، آخر من دلیر و جسورم. پسر سیومی خاکسار و نسبت برادرها خیلی مهربان بود. اندیشه کرد، گفت: برادران عزیزم، ما باید ثروت و دولت پدرم را برابر تقسیم کنیم، یعنی باید از روی عدل و انصاف تقسیم کنیم. آخر عدالت خیلی مهم است که از روی عدالت ما باید این ثروت و دولت را برابر تقسیم کنیم. برادران، شاه تبسمی کرد و گفت: پسران عزیزم، من همه شما را خیلی دوست می‌دارم و هر یک شما صاحب استعدادید و هر یک شما میتوانید شاه باشید، ولی من ثروت و دولت را البته به هر یک شما تقسیم میکنم برابر، ولی حاکم پسر خردی من میشود، برای آنکه و بهترین صفت را داراست و این عدالت است. همین طور پسر خردی در این مملکت شاه شد و با برادرانش خوش و خرسندانه زندگی میکرد و خلق از او همیشه راضی بودند. بچه‌های عزیز، این بود یک افسانه خیلی زیبایی که درباره عدالت من برای شما نقل کردم و باوری دارم که شما این افسانه را میپسندید و از روی عدالت با دوستان خودتان، با نزدیکان خودتان، با پدر و مادر و خویش و تبار خودتان رفتار میکنید. خوش باشید و همیشه شاد و پیروز باشید. بچه‌های عزیز من.